مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 سپتامبر سال 2023 از بازداشت زنی خبر داد که نوار کودک را به رحمانه تکوب کردنش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده موج واکنش‌ها را به بار آورد. این ویدیو روز 3 سپتامبر نشر شد. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیشیای نویای قبادیان یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانده شده زن در نوار انعکاس یافته معین دستگیر و به مقامات میلیشیا دسترس کرده شد. معین گردیده است که این نفر شهروند بوری و گلزخوان صابرون سال تولدش 1989 ساکن دهه شوغرف نویای قبادیان می باشد که پسر بچه نابالغ ممرعیموف ابراهیم سال تولدش 2013 پسر اوگایش را لطکوب نموده است. خود این زن برای شرح قضیه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد بررسی قرار دارد. به دنبال روز 4 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی باز یک ویدیوی دیگر لطکوب طفل خردسال نشر شد. در نوار دیده می شود که یک زن کودک عاجز را تنها برای آنکه لباسش را چرکین کرده است با خمچه بیرحمانه میزند و هر لحظه تاکید میکند که بگذار پدرت ببیند که من تو را چی کار میکنم. همش از پشت پدرت، اکنون پدرت تماشا کند که من تو را چه خیل میکشم. این زن این حرفا را در لبش کودک را به اسم میزند و کودک به اسم میگیرد. مقامات این ویدیو را تا حال شرح ندادند که آیا آن هم مورد تحقیق قرار گرفته است، اما بسیاری‌ها در زیر این ویدیو زن را محکوم کرده نوشتند که اگر با پدرش مشکل داری گناه این طفل معصوم چیست که علامت را از او میگیری.